به نام او. سلام. از اینکه کانال پرسیاهو برای گوش دادن به کتابای صوتی مورد علاقتون انتخاب کردین خوشحال و ممنونم. وابی سابی، بینش ژاپنی در مورد زندگی نچندان بی‌نقص ولی کامل. نویسنده بث کمپتون، مترجم فرزانه حاج خلیلی، انتشارات میلکان. انتقال آرامش. در آغاز هزاره جدید در سازمان جام جهانی فوتبال 2002 با میزبانی کره و ژاپن در توکیو مشغول به کار شدم. میزبانی یکی از بزرگترین رخدادهای ورزشی جهان همه نوع دشواری‌های سیاسی و اجرایی و مذاکرات حساس را به همراه دارد. علی‌رغم این موضوع جلسه‌ای کم نظیر بین مسئولین ژاپنی و همتایان اروپایی و امریکاییشان برگزار شد و ژاپنی‌ها میبایست در آن نظرات خود را اعلام می‌کردند. چیزی که از آن زمان آموختم اهمیت ارتباط آرام بود. نظرات کاملاً متفاوت بودند. مشکلاتی به ظاهر لاینحل وجود داشت و همه طرفین واقعاً مستاصل شده بودند. سوء تفاهم بین فرهنگی را هم به این مسائل اضافه کنید. ولی هیچ یک از این مسائل با عصبانیت و قدرت نمایی کلامی حل نشد، بلکه با کمک مترجمان خبره موضوعات به صورت آرام حل شدند. همه ما می‌خواهیم بقیه ما را بشنوند و درک کنند و حفظ آرامش به ما کمک می‌کند تا در این زمینه موفق تر باشیم. وقتی کسی با حالتی تهاجمی با ما صحبت می‌کند و می‌خواهد نظرش را تحمیل کند یا چیزی می‌گوید که احساساتمان را جریحه‌دار می‌کند یا نظری مخالف با ما دارد، یک گزینه داریم. می توانیم طوری واکنش نشان دهیم که به انرژی منفی و عصبانیت دامن بزنیم یا با آرامش برخورد کنیم تا بحثی سنجیده تر داشته باشیم یا حتی گفتگو را پایان دهیم. این موضوع به این معنا نیست که همیشه موافقت کنیم یا تسلیم شویم، بلکه باید از ابزار آرامش استفاده کنیم تا گفتگویی بهتر داشته باشیم و به استرس ها نیفزاییم. فراتر از سخن، همه ما با زبان بدنمان، حالات صورتمان، لحن صدایمان و با انرژیمان صحبت می کنیم. بسته به اینکه از هر یک چه استفاده‌ای کنیم می توانیم راه گفتگو را ببندیم یا باز کنیم. وقتی کسی نخواهد حرفتان را گوش دهد، هرچه بگویید نمیشنود و اگر خودتان را گرفتار میدان موجهای منفی کنید، نمیتوانید حرف بقیه را بشنوید. یکی از چیزهای مهمی که برای ارتباط آرام در ژاپن آموختم همین بود. می توانید بدون اینکه هیجان زده شوید احساساتتان را منتقل کنید. پس اگر کسی شما را عصبانی کرد، می توانید بدون داد و فریاد منظورتان را برسانید. می توانید به کسی بفهمانید نگران هستید بدون اینکه سرش داد بزنید.
اگر بتوانید این کار را بکنید به نفع همه خواهد بود. وقتی ژاپنی‌ها با هم صحبت می‌کنند نشانه‌هایی فراتر از گفته‌ها وجود دارد. از میزان ادب و مفهوم تعظیم گرفته تا درک مشترک که نیازی نیست به زبان آورده شوند. ژاپنی‌ها بی نهایت نکته را بدون کلام منتقل می‌کنند. اگرچه ترجمه این ظرافت‌ها سخت است، ولی چیزهای ارزشمندی وجود دارد که همه ما می‌توانیم بیاموزیم. حساسیت، شکیبایی، گوش دادن واقعی و ملاحظه حال دیگران. درس‌هایی از چشمه آب گرم. لحظه‌ای که آن اشتباه را مرتکب شدم دقیقاً به خاطر دارم. یکی از آن روزهایی است که دارم سعی می‌کنم با زحمت فهرستی طویل از کارهای مختلف را انجام دهم. وقتی دارم سعی می‌کنم تایپ کنم، سرما خوردم و دختر بزرگترم خودش را روی دستم آویزان کرده و دختر کوچکترم دارد دور پاهایم وول می‌خورد و دنبال کفش عروسکش می‌گردد. واقعاً باید منتظر بمانم تا اوضاع لحظه‌ای آرام شود و بعد رزرو را کامل کنم، ولی تا زمان سفرم چیزی نمانده، پس فقط ادامه می دهم. فکر بدی نبود. یک هفته بعد به چشمه آب گرم کانبایاشی می روم. پرواز شب قبل و بعد سفری طولانی با قطار به این منطقه دور در ناگانو مرا خسته کرده است. با چای گرم لوبیای سیاه از من پذیرایی می کنند و مدیر داخلی مهربان به من خوش آمد می گوید. همه چیز خوب شروع می شود ولی بعد مدیر کم کم گیج می شود. او می پرسد همسفرتون کجاست؟ می گویم تنها. مشخص شد که 250 پوند فقط برای اتاقی 2 نفره در این تفریحگاه که چشمه آب گرم دارد پرداخت کردم، ولی فقط 1 نفر هستم. این پول شامل غذا نمی شود و برای سفارش غذا خیلی دیر شده چون تعداد مهمانها را قبلاً به سرآشپز اعلام کردند. اگر تا به حال به چشمه آب گرم در ژاپن رفته باشید می‌دانید یکی از لذت‌های آنجا این است که بعد از یک روز خسته کننده بدنتان را در آب فرو کنید، کیمونوی نخی یوکاتا بپوشید و غذای محلی را که با دقت آماده شده با ولع بخورید. غذا نیمی از تفریح است. هیچ کس در چشمه آب گرم بدون غذا اتاق رزرو نمی‌کند. مدیر سعی می کند کمک کند. می گوید خیلی متاسفم. میتونم بهتون یه رامن فروشی خوب پایین جاده معرفی کنم. خسته و کوفته هستم. بیرون 0.5 متر برف آمده و کاملا مطمئنم بعد از حمام آب گرم اصلا دلم نمیخواهد در این سرما برای 1 کاسه نودل تا پایان جاده را گس کنم. آن هم وقتی همه دارند در هتل غذایی دلچسب میخورند. البته تقصیر خودم است. تقصیر من و شرکت اکسپدیاست که اتاق بدون غذا در حمام آب گرم پیشنهاد داده بود. ولی این حرفها سودی ندارد. خودخوری می کنم. چرا نتوانستی فقط 5 دقیقه تمرکز کنی و از همان اول درست رزرو کنی؟ چرا وقت نذاشتی تا جزئیات را بخوانی؟ مثل همیشه. اگرچه اصلاً معمول نیست، من بیشتر اوقات در زمینه چیدن تدارکات خوب هستم. گاهی ظاهراً نمی شود جلوی آشفتگی و هرج و مرج را گرفت.
ولی بعد خوی ژاپنیم وارد عمل می شود و عذرخواهی می کنم. می گویم لطفاً نگران نباشید. همش تقصیر خودمه. باید موقع رزرو بیشتر حواسم رو جمع می کردم. خیلی حیف شد چون منتظر غذای محلی و خوشمزه ناگانو بودم، ولی کلاً تقصیر خودمه که سفارشات رو قاطی کردم. ببخشید که با اشتباه هم شما رو هم شرمنده کردم. به احتمال زیاد لحن صدایم حین صحبت کردن به زبان ژاپنی ادب بیش از حد که مناسب ترین روش است، یا شاید زبان بدنم بر مدیر داخلی تأثیر می‌گذارد و او را به فکر وامی دارد. شاید هم با دیدن واکنش آرام و غیرمنتظر یک خارجی تجدید نظر می‌کند. یک خارجی که خسته است و فقط حمام آب گرم و غذایی خوشمزه می‌خواهد. شلوغکاری نمی کند و در عوض به شدت عذرخواهی می کند. صدایش را بالا نمی برد و گستاخی نمی کند. همانطور که برخی از بازدید کننده ها این کار را می کنند. می گوید لطفاً بفرمایید بنشینید و از چای و کیکتون لذت ببرید. یه سر به دفترم می زنم ببینم چه کار می تونم بکنم. تعظیم می کند و به سرعت می رود. تماس می‌گیرد و قبل از اینکه اسنک دلپذیرم را تمام کنم با خبرهای خوب برمیگردد. در کنارم زانو می‌زند، دوباره عذرخواهی می‌کند و می‌گوید چون از راه دور می‌آیم سرآشپز قبول کرده تا استثناء قائل شود و اگر دوست داشته باشم می‌توانم برای شام 12 نوع غذای رایگان داشته باشم. تواضع و ادب بی پاسخ نمی ماند. نه شلوغکاری، نه استرس، فقط مهربانی. وقتی آن شب در رستوران هتل داشتم با ولع ساقه گیاه لوتوس هندی، میگو و نخود سبز آغشته در میسو می‌خوردم، به این موضوع فکر کردم. در دلم از سرآشپز تشکر می کردم که با وسواس ساقه گیاه آنژلیک را کاملا سرخ کرده و در کنار گیاه آبپز بابا آدم گذاشته که بوی هیزم، خاک و بوی تند دود می دهد. وقتی گوشت گاو ناگانو و پیاز روی شمعی روبرویم میپختند به این فکر کردم که چرا اغلب اوقات واکنش طبیعی ما به یک مشکل به استرس، عصبانیت و سرزنش ختم می شود. همانطور که چوب غذاخوریم را داخل قارچ‌های وحشی محلی میچرخاندم به این فکر کردم که این چیزها کمک نمی کنند که مسئله‌ای حل شود. تا وقتی سوپ حلزون، برنج محلی و خیارشورها رسیدند به 3 سوال فکر کردم که می توانند به ما کمک کنند تا با ذهنی آرامتر با شرایط دشوار مقابله کنیم. دفعه بعد که می خواهید در لحظه نزاع داد بزنید، نفسی عمیق بکشید و از خودتان بپرسید واقعاً احساسم چیست؟ در پشت واکنش اولیه‌ام که همراه با عصبانیت و عجز است، واقعاً چه احساسی پنهان شده است؟ شاید این حس به خاطر چیز دیگری است، مثلا تنهایی، ترس، گناه، ناراحتی. این موضوع می تواند کمک کند که آتش تند واکنش اولیه خاموش شود. چه خبر است و چرا طرف مقابل این حرفها را می زند؟ اگر با دقت به او گوش دهید و سعی کنید نظرش را بفهمید، درکش می کنید، حتی اگر با او موافق نباشید. این موضوع به شما کمک می کند آرام شوید و مؤثرتر برخورد کنید. می خواهم چه بگویم و چرا احساس می کنم باید این حرف را بزنم؟ آیا می خواهید راهی برای حل مشکل پیدا کنید و به آن شرایط فیصله دهید، یا نفستان می خواهد تسویه حساب شخصی کند و برنده بحث باشد؟
تمرکز بر حل مسائل به صورت دو جانبه به جای رقابت و فریبکاری به شما کمک می کند با آرامش بیشتری با مشکلی مقابله کنید و آن را زودتر حل کنید. دفعه بعد که احساس کردید جرقه عصبانیتتان زده شده است یا دیدید بر سر بچه‌هایتان، شریکتان و همکارانتان فریاد میزنید، به این سوالات پاسخ دهید و ببینید آیا می توانید با آرامش بیشتری مشکلات را حل کنید؟ بعد توجه کنید که وقتی این کار را کردید احساستان چقدر تغییر کرد. سعی کنید منظر وابیسابی را وارد همه روابطتان کنید. خیلی زود متوجه خواهید شد با این روی کرد روابط چقدر تغییر می کنند. بینش الهام یافته از وابیسابی برای تقویت روابط. وابیسابی فضایی برای عشق باز می کند. هیچ کس کامل نیست. اگر به نقص‌های یکدیگر احترام بگذاریم، روابطمان عمیق‌تر می شود. 4 اصل آیین چای، هماهنگی، احترام، پاکی و آرامش می توانند در ایجاد روابط خوب به ما کمک کنند. امتحان کنید. روح آیین چای را وارد زندگی روزمره تان کنید. کسی را که با او رابطه نزدیکی دارید مجسم کنید. شاید همسرتان، فرزندتان، پدر و مادرتان، دوست یا همکارتان. بعد یادداشت کنید چطور می توانید اصول زیر را در روابط روزمره تان با آنها به کار ببرید. پاسخهای شما می توانند احساسی یا کاربردی باشند. هماهنگی. برای ایجاد هماهنگی چه کارهای بیشتری می توانید بکنید؟ چه رفتاری را می توانید کمتر انجام دهید؟ چه رفتاری را می توانید تغییر دهید؟ برای شروع چه چیزی را می توانید امتحان کنید؟ برای هماهنگی باید چه چیزی را رها کنید؟ به چه جزئیاتی از زندگیشان می توانید بیشتر توجه کنید؟ ضرباهنگ طبیعی آن شخص چیست؟ در زندگی مشترکتان چطور می توانید این موضوع را لحاظ کنید؟ چطور می توانید به آنها کمک کنید به ضرباهنگ طبیعیتان در زندگی مشترکتان بیشتر توجه کنند؟ چه چیزی در مورد خودتان می توانید در میان بگذارید تا به آنها کمک کنید از شما حمایت بیشتری کنند؟ کی؟ احترام. به چه چیز این شخص احترام می‌گذارید؟ چطور می‌توانید آنها را متوجه این احترام بکنید؟ چطور می‌توانید همین الان به آنها محبت کنید؟ چطور می‌توانید در رابطه‌تان تواضع بیشتری نشان دهید؟ 3. پاکی. اگر به دنبال بهترین ویژگی این فرد بگردید به چه چیزی می‌رسید؟ چطور می توانید به آنها کمک کنید تا متوجه این موضوع باشند؟ به زمانی فکر کنید که با آنها به مشکل برخوردید. اگر خودتان را متعهد می کردید که بهترین ویژگی آن فرد را ببینید، این طرز فکر حتی در وسط نزاع چه تفاوتی ایجاد می کرد؟ چگونه به آن شخص توجه می کنید؟ آنها را فهرست کنید و روشی محبت‌آمیز پیدا کنید تا با آنها بگویید. جاکو. آرامش. چطور می توانید حس آرامش را در رابطه تان تقویت کنید؟ آیا مواقعی خاص وجود دارد که بخواهید بسیار احساسی برخورد کنید؟ اگر در نزاع با احترام، خلوص و آرامش برخورد کنید چه مزایایی دارد؟ ممکن است آسان نباشد ولی تفاوتی بزرگ رقم می‌زند. چطور می توانید فعالانه فضا یا آرامشی بیشتر برای اوقات با هم بودن فراهم کنید؟